فرض کنید فردا صبح از خواب که بیدار میشی یه جزیره کوچیک تو خلیج فارس از کار میفته. نه تهران سقوط میکنه نه یه پالایشگاه بزرگی که منفجر میشه. فقط یه جزیره 21 کیلومتر مربعی. اما همون روز قیمت نفت تو دنیا جهش پیدا میکنه. بازارهای مالی رو به هم میریزه و صادرات، مهمترین منبع درآمد ایران، تقریباً متوقف میشه. چطور ممکنه یه جزیره کوچیک چنین قدرتی داشته باشه؟ این جزیره خارکه. جزیره‌ای که بسیاری از مردم حتی یک بار هم اسمش رو نشنیدن، اما سالهاست قلب تپنده صادرات نفت ایران محسوب می شود. خارک در شمال خلیج فارس و در نزدیکی سواحل استان بوشهر قرار گرفته. مساحتش فقط 21 کیلومتر مربع است. یعنی از خیلی از شهرهای کوچک ایران هم کوچکتره، اما اهمیتش اصلاً با اندازه‌اش قابل مقایسه نیست. در چند کیلومتری آن هم جزیره‌ای کوچکتری به نام خارگو قرار دارد. اگر از بالا به نقشه نگاه کنیم، شاید این دو جزیره فقط چند نقطه کوچک وسط آب به نظر برسند، اما پشت این نقطه‌های کوچک میلیاردها دلار ثروت قرار گرفت. برای پاسخ باید اول نفت ایران رو بشناسیم. بیشتر نفت ایران در خوزستان و مناطق جنوبی کشور استخراج میشه، اما نفت استخراج شده هنوز وارد بازار جهانی نشده. این نفت باید به جایی برسه که نفتکش‌های غول‌پیکر بتوانند آن را بارگیری کنند و اینجاست که خارک وارد داستان میشه. ده‌ها خط لوله نفت را از خشکی به این جزیره منتقل میکنن. نفت وارد مخازن عظیم ذخیره سازی میشه. سپس نفتکش‌های غول‌پیکر یکی پس از دیگری کنار اسکله ها پهلو میگیرن و نفت ایران از اینجا راهی بازار جهانی میشه. به زبون ساده نفت ایران در خوزستان متولد میشه، اما در خارک وارد اقتصاد جهان میشه. سوال مهم اینجاست: چرا ایران همه تخم مرغ‌هایش را در یک سبد گذاشته؟ چرا بخش بزرگی از صادرات نفت از این جزیره انجام میشه؟ پاسخ در جغرافیاست. بخش زیادی از خلیج فارس کم عمقه، اما اطراف خارک آب عمیق وجود داره. این یعنی نفتکش‌های فوق سنگین می توانند بدون خطر نزدیک شوند. در بسیاری از نقاط دیگر خلیج فارس چنین امکانی وجود نداره. همین ویژگی باعث شد خارک به بهترین پایانه صادرات نفت ایران تبدیل بشه. اهمیت خارک فقط امروزه نیست. در جنگ ایران و عراق این جزیره یکی از اصلی ترین اهداف صدام حسین بود. عراق به خوبی میدونست اگه بتونه صادرات نفت ایران رو مختل کنه، فشار اقتصادی عظیمی ایجاد خواهد شد. برای همین خارک بارها و بارها هدف حمله قرار گرفت. جنگ نفتکش‌ها آغاز شد. آسمان خلیج فارس پر از جنگنده ها و موشک ها شد، اما با وجود صدها حمله صادرات نفت ایران هرگز به طور کامل متوقف نشد. همین مسئله باعث شد خارک به یکی از نمادهای مقاومت اقتصادی ایران تبدیل شود. هر کشوری که به بازار انرژی جهان فکر کند نمیتواند خارک را نادیده بگیرد، چون هر اتفاقی در این جزیره میتواند روی صادرات نفت ایران اثر بگذارد و هر تغییری در صادرات نفت ایران میتواند روی قیمت جهانی انرژی تاثیر بگذارد. به همین دلیل خارک فقط برای ایران مهم نیست، بلکه برای بازار جهانی انرژی هم اهمیت دارد. اما داستان خارک خیلی قبلتر از نفت شروع شده. قرنها قبل از کشف نفت این جزیره
یکی از نقاط مهم تجاری خلیج همیشه فارس بود. پرتغالی ها آن را اشغال کردند، بعد هلندی ها آمدند، سپس انگلیسی ها. همه آنها ارزش این جزیره را فهمیده بودند، اما در نهایت کنترل آن دوباره به ایران بازگشت. یکی از معروفترین چهره‌های این نبردها میر مهنا بود، فرمانده‌ای که نقش مهمی در بیرون راندن نیروهای خارجی از منطقه داشت. خارج روی نقشه فقط یک نقطه کوچک است، جزیره‌ای که شاید بسیاری از مردم حتی نتوانند محل دقیقش را پیدا کنند. اما گاهی مهمترین نقاط جهان بزرگترین شهرها نیستند، بلکه جزیره‌های کوچکی هستند که اقتصاد، تجارت و سیاست به آنها گره خورد و خارج دقیقاً یکی از همین نقاط است. جزیره‌ای کوچک با اهمیتی بسیار بزرگتر از اندازه خودش.